بیبی چجوری بگم؟ اونه چی کارش کنم؟ بگیم مرد دیگه بابا، مرگ حق سرور خانم. باز خدا پدرهاشون خانم بیامرزه خرج دوا دکتر و بیمارستان و کوفت و درمان نداشت دست. این مرد همیشه تو زندگیش حسابگر بود. چی بگم از این مرد؟ خدایی دمش کرد. به جان خودم تقصیر من نبود، بی خبر بود. خدا بیامرز دم آخری حرفی عزیزی نقلی وصیت چیزی راجب چی؟ چه میدونم هر چیزی یهو به ذهنش رسیدش نگو. آره فکر کنم آره چشاشو باز کرد، تو چشای من نگاه کرد، گفت چی گفت آقا چی گفت؟ یادمیه گفت دستشویی داره برای کجا. خب بردیش یا نه؟ گفتم میبرم بیمارستان، اگر دکتر معاینت کنه، اگر خوب شده میبرمه، اگر نشده که هیچ. برای بردیش یا نه؟ گفتم که قبلش مرده بود. منو حلال کنید. چی رو حلالت کنم؟ شوهر من یه دستشویی نبردی، وقت میخوای من حلالت کنم؟ خدا ازم نگذره. بخش آقا دستشویی کجا؟ شما وقتی رو بوده دیگه، بپرسید ببینید کجا. بریم دیگه. من چون بریم دیگه.